بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند یکتا بی‌نیاز. امیدوار هستم که جور و صحتمند باشید. اگر می‌خواهید ویدیوهای زبان انگلیسی را بیننده باشید پس این چینل را سابسکرایب کنید. موضوع امروز ما در مورد از این است که چگونه خود را میتونیم معرفی کنیم. در نخست زمانی که ما خود را می‌خواهیم معرفی کنیم از نام یا اسم خود شروع می‌کنیم. یک. My name is احمد. نام من است احمد. در کجا من اسم را استفاده کردم؟ در آخر. زمانی که ما بخوایم خود معرفی کنیم در قدم اول از نام یا اسم خود آغاز میکنیم. My name is احمد. نام من است احمد. اگر نام شما دیگه چیز بود فقط به جای احمد نامتان تغییر بدین. فرض مثال my name is خلیل. نام من است خلیل. ببینیم در آخر فقط من اسم را تغییر دادم. دیگه my father name is علی. My father name is علی. نام پدر من است چی است؟ علی. اگر نام پدر شما دیگه چیز باشه میتونید فقط به جای علی تغییر بدین. My father name is محمود. نام پدر است من است محمود. فقط به جای اسم دیگه اسم میمونین. دیگه در معرفی همون چیز است. اگر میخواین تخلص خود بگین My last name is احمدی. تخلص من است احمدی. خب My father is a journalist. پدر من است یک جورنالیست. وظیفه پدرتون اگر بخواهید. My father job is a journalist. وظیفه پدر من است جورنالیست یا جورنالیست است. زمانی که میخوایی بگی رنگ مورد علاقه من. My favorite color is blue. رنگ مورد علاقه من آبی است. My favorite color is blue. رنگ مورد علاقه من آبی است. My favorite food is bean. غذای مورد علاقه من لوبیا است. زمان چیزی که مورد علاقه شما بود فیورت استفاده میشه. فقط اگر منفی بود یا جملهتون بیانیه بود یک چیز بود. فرض مثال اگر ما بگیم My favorite food is bean. غذای مورد علاقه من لوبیا است. یک غذا شد. اگر بیشتر از دو غذا بود باز آر استفاده میکنیم. My favorite foods are bean and rice. غذاهای مورد علاقه من هستند لوبیا و برنج. و هم تو فرق میکنه. دیگه داریم My favorite sport is football. ورزش مورد علاقه من فوتبال است. favorite به معنی دلخواه یا مورد علاقه. دیگه داریم I am a student. من هستم یک شاگرد. من هستم a student یک شاگرد. student شاگرد. I live in Kabul. من در کابل زندگی میکنم. I live in Kabul. من در کابل زندگی میکنم. I play football every day. من هر روز فوتبال بازی میکنم. I play football every day. من هر روز فوتبال بازی میکنم. خب دوستان عزیز اگر از این سبک ویدیوها خوشتان می این چنل را سابسکرایب کنید. اگر کدام سوال پیشنهاد دارید در قسمت کامنت ها با مطلع دهید. تا ویدیو بعدی خدا حافظ و نگهدارتان. وقت بخیر.